شب 5 دکبر به تاجیکستان توسط برنامه کوواکس باز 546,000 وایه واکسین خطایی کروناوک و در دایره برنامه تقسیمات عادلانه وایه واکسین های ضد کووید 19 همچون کمک بشردوستانه از جانب کشورهای استریا 150,000 وایه واکسین استرازنیکا، مجارستان 50,000 وایه واکسین استرازنیکا، خرواتیا 122,000 وایه واکسین مدرنا و در مجموع 868,000 وایه واکسین های ضد سرایتی کروناویروس نو کووید 19 توسط خزینه کودکان سازمان ملل وارد کرده شدند. در مراسم قبول وایه های واکسین های مذکور در فرودگاه بین المللی دوشنبه نمایندگان وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی جمهوری تاجیکستان، خزینه کودکان سازمان ملل در تاجیکستان، کنسول مجارستان در تاجیکستان، بانک آسیای رشد و دیگر شخصان رسمی اشتراک نمودند. بیش از نیم میلیون وایه واکسین خطایی بخش از 3 میلیون وایه کروناوک است که بر پایه 25 میلیون دلار گرانت بانک آسیا در اختیار تاجیکستان قرار داده می شود. به صورت عموم تا امروز به تاجیکستان 7,705,200 وایه واکسین ضد بیماری کووید 19 وارد کرده شده است. تاجیکستان این همه واکسینه ها را توسط برنامه کوواکس که سازمان جهانی تندرستی با مقصد دسترسی عادلانه همه کشورها به واکسینه های ضد کروناویروس تأسیس داده است به صورت رایگان به دست آورده است. مقامات تاجیکستان واکسیناسیا یک راه از همه مؤثر پیشگیری از کروناویروس مینامند و اهالی را تشویق میکنند که به هر گونه آوازه های بی اساس و باوری های خرافاتی داده نشده حتما واکسینه بگیرند. واکسیناسیا از کروناویروس در تاجیکستان برای تمام ساکنان کلانسال سنشان از 18 بالا حتمی بوده. بنا به حسابات رسمی وزارت تندرستی از 5.8 میلیون نفر از شماره عمومی مقصدناک اهالی که باید به ضد بیماری سرایتی کووید 19 واکسینه بگیرند 3,118,210 نفر 53.5% حداقل یک واکسینه به ضد این بیماری سرایتی را گرفتند. 2,641,499 نفر 45.3% از اهالی کلانسال کشور باشد هر دو وایه واکسینه را گرفتند. مقامات تاجیکستان از ماه سپتامبر به این طرف همگی 5 مورد نو سرایت شهروندان به کروناویروس را رسما اعتراف کردند، ولی طبیبان و ساکنان میگویند در اصل شماره بیماران خیلی بیشتر از ارقام رسمی وزارت تندرستی است.